جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. اگر کسی بهت گفت ماشین خوبی دارید، او هذا من فضل ربی. اولاد خوبی دارید، هذا من فضل ربی. زندگی موفقی داری، هذا من فضل ربی. فضل خدای منه، فضل پروردگار منه. من چی دارم از خودم؟ عنایت پروردگاره. این جمله تو نگاه کن، هر چی دارم از خدا دارم. و اما به نعمت ربک فحدث. هر نعمتی داری فریاد بزن، این نعمت مال خداست، خدا داده. از حسادت دوری بکنید، از غیبت و نمامی دوری بکنیم، از تحقیر دیگران دوری بکنیم، تا روزه ما روزه باشه، تا نماز ما نماز باشه، تا عبادت ما عبادت باشه، تا زندگی ما نورانی بشه. هر عبادتی دو چیز تولید میکنه، یکی نور، یکی نیرو. عبادت ها راهو برای انسان روشن میکنن. باید نور تولید بکنه در زندگی من و تو، و نیرو تولید بکنه که در این راه روشن که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ترکتکم علی المحجة البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک. من شما رو رها کردم، بعد از خودم از میان شما رفتم، اما شما رو بر راه و روشی روشن که شب نداره. میکنن که زنگ موبایلشون رو قرآن بذارن، خیلی کار خوبیه، ثواب داره. اصلا ثواب نداره، گناه هم داره. زنگ موبایلشون آیات قرآن گذاشته، تا زنگ زدید بلافاصله قرآن میخونه. خیلی اشتباس. بعضی موسیقی های تون میذارن، اون اشتباس، این یکی هم اشتباس. چرا اشتباس؟ چون خداوند گفته اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. اگر قرآن تلاوت شد پیش تو، گوش بده و ساکت باش. خب حالا تو زنگ زدید، 3 بار زنگ زدید، آیه داره میخونه، طرف گوشی رو برداشت، تق چه کلام خدا رو قطع میکنه. وتصفو الحياة بنور هدى. جمال